راستی گپ من در عرفه همین انتخابات یگان نمیخواستم که یگان گپ زنم، یکی مجبور شدم امروز، مجبور شدم برای چی؟ من میرزای و شما رحمانووا اپای گنرالی که محبوس است، محبوس یک عمره، غفور میرزایف. راستی گپ خیلی غفور میرزایف جزاش گرفته. خب گرچنده که اگر گناهگارم که باشه به خیال من خدمتش در برای خلق وطنش هست. همه گناه میکنن، همه با بخشش میگیرن، لیکن من یگان کاری دادرم در کار ندارم. او گناه کرد، چیکار کرد، کی در خیانت کرده، کی در خیانت نکرده، لیکن من مادر، فرزند می، برادر می، من باید که خبرش بگیرم به وقتش، جزاش گرفته. لیکن من هر سال 6 ماه پس ما باید خراج بسپاریم برادرم ده. همین هر وقتی که من به اوید میام، یک هفته پیش میام، 10 روز پیش میام که من در پرابلم نکنن. من سلامتیم نقض نیست. خودم 40 سال من در حکومت کار کردم، میدونم که همین پاچو میکردگی وزیرها هم هر یک راهبر کارگرش راهبر میکنن، شخصیت راهبر میشه، شخصیت همین وظیفه را شخصیت وظیفه میکنه. هیچ وقت وظیفه را یک آدم خودش کردن نمیتونه. برای همین ما چی گفتنیم؟ اینا امروز روز 5 اکتبر پاری ننه پیرو روز 5 اکتبر من سویدنیایی برادرم در آمده بودم. پاری نه روزی 6 در آمده بودم. امسال آمدم عرضم دادم، گفتن که روزی 6 نه نمیدرای روزی 9. گفتم مایلش نه که خروکش روزی 5 خیلی کنم. در اوید رفتم عرضم دادم، وزیر امور رئیس اوید عزتالله شریف در حقیقت من دیده عرضم وزیرت کده با جانشینش بچهای شعبه عمومی که هستن در حقیقت من تلفن کرده پرسیدم، گفتن که در دست رحمانوفای. من خودم همین قاعدوی میخوام بکنم که یگان گپ نشوه. همین آمدم بدرم، بعد آمدم که رحمانوفا نیافتم. 2 روز آمدم، بعد یک کارگری رحمانوف یاردم، چیشه جمشید نام داره، فامیلش نمیدونم، همون جمشید افیرات کردن که جمشید حل میکنه. جمشید اومدم، بچه‌م جمشید. اینمی 5 در روزی خروکای دادر می، روزی 6 روزی سویدنیش. بیا مصلحت کنیم همین روزی پنجشنبه جمعه 4 روزی جمعه های یا سویدنیا یا خروکش برام، یا که همین چی مصلحت میتی؟ اونه ممکن نیست. روزی 9 میای سویدنیا میداره، روزی 5 میای خروگ میاریم. بازگشتم و با فیرادش کردم همون چیشتا که پیشونده. گفتم جمشیده بچم یک گپ همین روزی 5 نشوه که روزی 5 شنبه ای با من این خروگ میپزم، ایواسه میام دو میکنم. من کمپیر شدم و خیلی سلامتیم نقض نیست. خب نیام که بگوی که خروگ من قبول نکنه سیزا. با حاضی من تلفن میکنم، با تلفن که چیکار کرد؟ با کم تر پس ایستادم، نیم ساعت دیگه استادم با فیرادش کردم. چه کردی؟ گفت که حالا روزی 5 خیلی روزی این 3 روز پیش بود. اینم من رفتم خروگ من تیار کردم. خیلی من 6 ماه خروگ میبرم که در 6 ماه در سکرات میستن کم تا میخره سوخای پیاگ واری گرفتم. خیلی من بچین دیلم با خروگ میپزم، یا چی میپزم که دادر من خروگ چی بخره، خانگی بخره. آمدم اینا بچه جان ای سحر ساعتی 9 سحر تا حاضر نه ساعت چند شد حاضر نه که ساعت حاضر 3:57 تا ساعتی 3:30 من همونجا بودم. برای اون که دری چی را محکم کردن سیزاره. ایش چی میگم میرم اوید میدونه. ای همینجا باز در اوید رفتم جوگا میشون نیسته رحمانوف در چست بده. گفتن رفتم با پیشی چست، گفتم فیرادش کنیم، بگن که میرزایف اومده گه. هیچ گم نه، 1 مینوت قبول میکنیم، بگو که میشوه نمیشوه جواب. خدا امروز لایق تاندیده راهبر شدن، راهبر کشیدیم. اول اینکه پروردگار شکرانه کنن که امروز راهبریم، در بالای 2-3 راهبریم. همین بیخلق ما هیچیم. او رفت، او با کماندیری اونجا برآمد، گفت که رفت با اوی سیزو رفت، با سیزو بیا.
سیزا آمدم ایاش هم میپرسم نچنیکاش جاگه میشن که روزی قبول شونه جانشون ای جانشین شو میگه ای جانشین شو میگه خیلی من میمون نیستم مرا میمون بازی میکنن آخی من جانی زنده ایم دادری ما گناه کردیم موافق قانون جزاش گرفته است نگی موافق قانون روزش اومده باید همون موافق قانون خودشون باید خراکش قبول کنن کو راستی گپ ما ای هیچ که ملال نیستم ای اون ملالم که آدمایی شخصایی که غلطی دگیان در جای کارشون که همون مسئولیت حس نمیکنن انا برای چه جمعیت بعد خلق ناراضی میشود آدم ها ناراضی میشه یک من نه همین کدامی که برای همین خیلی